بسم الله الرحمن الرحیم. معمار عبادالله شاهپرست. این هم دستگاهی که تولید کردم از حضور ذهن معمار عبادالله شاهپرست. الان از 180 متر کف زمین شنماسه داره میاد بالای کوه به همین قشنگی. دستگاه ما اینجاست. بله، اینجا میریزم، دوباره باید ببرم اونجا 180 متر هم دوباره باید ببرم بالاتر. این کف زمینه، تازه دیروز شروع کردیم. اونجا 70 تن شنماسه باید بیاد بالا، دوباره خالی بشه اینجا، دوباره دستگاه جابجا بشه بره بالا. بنده معمار های بپم در خدمتم.